خطاب به تمامی خستگان جهان. باشد که اشک بعدی شما اشک شوق باشد. دلی از ته دل میگم کاشکی هرچی غم و اندوه تموم شد. خسته شدیم از تماشای بدبختی، از نگاه کردن به دربدری مردمی که هیچ رقمه سهم و قسمتشون نباید این وضعیت نابسامان باشه. من دوست دارم هر کی گریه هم میکنه گریه شوق باشه، اصلا کسی گریه نکنه. دیونگیه، ولی هر کی میخواد گریه کنه پا فیلم چه میدونم درام گریه کنه. من دوست ندارم مردم لنگ نون باشن واسه یه تیکه نون کف خیابون التماس هم نوع خودشون بکنن. این درد بزرگی است که دو تا انسان که در کنار هم باشن فارغ از پوشششون انسانن و برابر، اما یکی باید به اون یکی التماس کنه فقط برای اینکه زنده بمونه. و این دردی است غیر قابل تحمل، نمیشه هضمش کرد. هر چی هم که میبینی انگاری برات تازه است. چرا؟ چون توش بدبختی یه آدم نهفته، یه آدمی که یه روزی وقتی به دنیا اومده یه تعدادی هر کی پدر مادرش حتی شده عشق اومدنش رو کردن، ولی الان اونقدر بدبخته که یه کسی نگاش نمیکنه. و وای به حال اون کسانی که نگاهشون نسبت به چنین اشخاصی نگاه از بالا به پایین. شماها مصداق بارز اون بیت حافظین که یارب روا مدار گدا معتبر شود. معتبر شدین؟ این همه پول رو با خودتون کجا میخواین ببرین؟ میشه جونتون هرچی دارین، ولی بیان یاد بگیرین به کسی از بالا به پایین نگاه نکنین. ما خیلی خسته شدیم، خیلی اونقدر خسته ایم که دلمون میخواد فقط چشممون رو ببندیم، سرمون رو تکیه بدیم به دیوار و تموم شه بره. صدای بوق ممتد و تموم. چیه این زندگی؟ کجاش بهمون حال داده که بخوایم ممنون دارش باشیم؟ کجاش بهمون کیف داده که بخوایم بگیم وای ایول چه عالی؟ دیگه بود و نبودمون برای کسی فرق نمیکنه. حتی گهگداری خیلی ها میگن جای اونا رو داریم تعیین میکنیم. ما خیلی خسته شدیم. خطاب به تمامی خستگان جهان. باشد که اشک بعدی شما اشک شوق باشد. بخندین، این خط لبخندتون وصل آسمونا بشه. عشق کنیم همه دوره هم، اونقدر صلح و آرامش باشه که دیگه نخوان بچه های مردم عقده‌ای بار بیان، نخوان پدر مادرها شرمنده باشن و نشه یه مادری برات چندرغاز بخواد کلفتی خونه مردم. خیلی خسته شدیم، ما خیلی خسته شدیم.